دوستای عزیز سلام، وقت شما بخیر. انشالله خوب و صحتمند و سر حال باشید. دوستای عزیز، با یک ویدیوی دیگر در چینل افغان مدیا شما را خوش آمدید میگم. در این ویدیو میخواستیم در رابطه به اخذ ویزای توریستی یا سیاحتی کشور برزیل برای شما معلومات بدهیم و عزیزانی که تازه به چینل افغان مدیا پیوستن لطف کرده چینل افغان مدیا را سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو با ما باشید. دوستان عزیز، در اواخر ایده از عزیزان برای ما پیام گذاشتند که آیا اخذ ویزای توریستی و یا سیاحتی کشور برزیل امکان پذیر است یا خیر. خدمت دوستان و عرض کنیم که ویزای توریستی و یا سیاحتی برای افغان ها صادر نمیشه، به خاطر که متاسفانه پاسپورت افغانستان در کاتگوری و در لیست آن عده از پاسپورت هایی نیستند که کشورهای مثل برزیل ویزای توریستی و یا سیاحتی برایشان صادر کنند. از همین لحاظ تنها با ویزای بشردوستانه و یا هم ویزای تحصیلی میتوان در کشور برزیل سفر کرد و وارد خاک برزیل شد. بعضی از شرکت هایی هستند در کشور ایران و یا افغانستان و یا سایر کشورها که برای هموطنان ما میگوید که ما برای شما ویزای توریستی و یا سیاحتی صادر میکنیم. متاسفانه که اینها به صورت عموم اخاذی میکنن و وعده های دروغین برای هموطنان ما میدهند که هیچ نوع ویزای سیاحتی برای افغان ها تحت شرایط صادر نمیشه. پس بنابراین هموطنان ما نباید فریب چنین شرکت ها را بخورند. ممکن است که بالای پاسپورت شما همان لوگو و یا نمونه از نمونه ویزای کشور برزیل را بزند. شما میتونید تا دبی و از قطر به اون طرف نمیتونید با این ویزا سفر کنید، به خاطر که در قطر پاسپورت شما ویزای شما چک میشه و در اونجا ویزای شما در سیستم موجود نمی باشه. نه اینکه برای شما اجازه سفر نمیدهد، بلکه به مشکلات دیگر مواجه خواهی شد. دوستای عزیز، در اخیر برای شما باید یادآور شوم که در این روزها یک لیست از سفارت برزیل در تهران به نشر رسیده که از تعداد از هموطنان ما خواستند که در سفارت پاسپورتشان را به خاطر چک کردن تحویل بدهد. ایده از دوستان در اونجا رفتن، متاسفانه یا داخل سفارت را ندادن و یا هم جواب قناعت بخش در مجموع گرفتن نتانستن. دوستان قبل از اینکه به سفارت شما تشریف ببرید، هر لیستی که از سفارت به نشر میرسند در قسمت اولی لیست و یا هم در صدر این لیست یک شماره تلفن اونجا درج میکنن کارمندان سفارت که قبل از اینکه هموطنان ما به سفارت برن باید یک ارتباط بین سفارت و متقاضی برقرار شود و هماهنگی لازم صورت بگیرد تا که در اونجا میره کدام مشکلی برایشان ایجاد نشود. در همین لیست هم که پخش شده تعداد از هموطنان ما در اونجا رفتن، متاسفانه یا راه ندادن و یا کدام جواب قناعت بخش گرفتن نتونستن. اینها بدون هماهنگی لازم با سفارت در اونجا رفتن و شما از آن قبل از اینکه به سفارت بروید اگر نام شما در چنین لیست های درج می شود، خوب است که یک هماهنگی لازم را با سفارت داشته باشید و بعد در سفارت بروید. دوستان عزیز،